توپ مرواری، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قرداغی، ویرایش و پخش از مجله اینترنتی آوای بوف. فایل ششم. avayaboof.wordpress.com. روزهای اول دریا بسیار آروم بود و دریا سالار واسکودوگاما از شنگولی در پوست خود نمی‌گنجید و هر شب در خواب می‌دید که کریستوف کلمب تخم مرغی در دست دارد و او با ساطور سرش را از تن جدا می‌کند. ناگهان طوفانی عظیم برخاست و کشتی‌ها گوگیجه گرفتند و از آن به بعد دیگر نمی‌دانستند به کجا بروند. واسکودوگاما خیالاتی شد و شبا خواب آشفته می‌دید. دائما در عالم رویا به نظرش می‌آمد که تخم شترمرغی در دست دارد و کریستوف کلمب با گرزی آتشین بر فرقش می‌نوازد. خلاصه اینکه هیچ کس نمی‌دونست کشتی‌ها به کجا لنگر خواهند انداخت. همین که هوا دوباره به خوبی گرایید، در رزمناو لوزیستانیا که حامل قانون یا توپ بود، قشقرق عجیبی به پا شد. تسویلات شیطانی و تخیلات نفسانی بر سرنشینان آن غالب گردید. زنهای یائسه آبستن می شدند و دختران 9 ساله شوهر کردند و مادینه های نروک هم از صبح تا شام غور و اطفار می ریختند و قر و غربیله می اومدند و برای انبساط خاطر کتاب ویس و رامین و کاموساترا و الفیه و شلفیه می خوندند. اتفاقاً زد و سیراب سلطان، زن شادروان آمریق وسپوس که متعه واسکودوگاما شده بود، یک شکم دوقلو زایید. دریا سالار از این پیش آمد سخت نگران شد. لذا عوض اینکه به ینگی دنیا بره، سر خر رزمناو و کج کرد و در کرانه جزیره هرمز لشکر انداخت. واسکودوگاما اول ترسید پیاده بشود. لذا جهودی شمعون نام که به لباس مبدل کشیش در اومده بود و اسمش رو بابا سیمون گذاشته بود و زبان آزتک که زبان دریای ینگی دنیا بود و مثل ابن بطوطه حرف میزد، کتاب تورات جیبی که در بغل داشت رو در آورد و استخاره کرد. از قضا کتاب حزقیال نبی باب 4 آمد و نوشته بود: و قرص‌های نان و جو که می‌خوری، آنها را بر سرگین انسان در نظر ایشان خواهی پخت. و خداوند فرمود به همین منوال بنی اسرائیل نان نجس در میان امت‌هایی که من ایشان را به میان آنها پراکنده می‌سازم خواهند خورد. دستی به ریش بزیش کشید و گفت: از این قرار نانم توی روغن است. سپس صلیب به دست وارد بندر شد. خودش را لوس کرد، به اهالی خیر مقدم گفت و با همه به زبان آزتک چاق سلامتی نمود. فرخشاد ناخدا سالار اونجا رو شک برداشت، چون شب قبل شخص مجهول الهویه‌ای که لهجه خارجی داشت اختراع او را ربوده بود و این اختراع عبارت بود از قوطی مخصوصی شبیه تلموش که در قبر پهلوی مرده میذاشتند و این آلت خود به خود میپرید و خایه نکیر و منکر را شب اول قبر میقاپید. این بود که زنین شد و یقه چرکین بابا سیمون رو گرفت و با پس کردنی او رو نزد هرمز هرمزان، استاندار استانداران جزیره هرمز برد. منجمین و ساحران و جنگیران لوزیتانی که سر ناخدا سالار رو دور دیدن، این پیش آمد را به فال نیک گرفتن. منجم باشی رزمناو رمرو استرلاب دید، به پابوسی امیرالبحر شتافت و عرض کرد: طالع دولت روزافزون ما در غایت قوت است، اختر شوکت دشمن در نهایت ضعف. کشیش‌های متخصص مراسم عقد و زایمان و اعتراف و مرگ و میر که این سخن رو شنیدن، قند توی دلشون آب شد.
و به مصلا رفتند و شکر حضرت باری رو به جای آوردند. فراموش نشود که کشیش‌ها و آخوندها در آن زمان هم ستون پنجم اشغالگران خونخوار فاشیستی بودند و به محض اینکه سر و کلهشون از دور پیدا میشد مردم ماستا رو کیسه میکردن و پی همه جور پیشامدهای شوم رو به تنشون میمالیدن. باری پس از این واقعه ماجراجویان و جانیان و دزدان دریایی لوزیستانستان بی سرخر پیاده شدن و پرچم دولت ابد مدتشان را جلوی بندر به اهتزاز درآوردند. دریا سالار واسکو دو گاما برای اینکه آیه شریفه اقربک تاریخ به عقب برنمیگردد دروغ از آب در نیاید گزارشی برای دسپراتوس به این مضمون تهیه کرد: الهی نه به نام تو بلکه به نام عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما که در آسمان هاست، درود بی پایان و حمد بیکران شهنشاهی را سزاست که ربع مسکون بیچرا و چون به کف کفایتش جنات نعیم و حمیم قهرش مر تاغیان را نار جحیم است. ملکا، پروردگارا، جبارا، قهارا، غدارا، خدایگانا، تیغت برا و دشمنت فنا باد. اما بعد همین که به روز میمون و ساعت فرخنده بادبان برافراشتیم و قصد بلاد ینگی دنیا کردیم، پاسی نگذشت که ابری هیولا چون کوه هیمالایا از کرانه آسمان برآمد و طوفانی عظیم برخاست. از غریو تندر و غرش برق و لغزش کوه چنان چون شب ظلمات تیره و تار گشت. ناگهان اژدهایی سترگ پدید آمد که از چشمش دود و آتش برمی آمد و از کامش ریم و نار جحیم. پهنای وی 300 فرسنگ بود و درازای او را خدا می دانست. چنان نعره برکشید که از نفیرش لرزه بر اندام لشکریان افتاد. من گفتم نترسید و تماشا کنید، هیچ زیان نخواهد رسید، زیرا ما بر حقیم و برای سرکوبی غاصبی چون ناخدا کلمب می رویم. اسم اعظم خواندم و بر او دمیدم، لیک آتش گرم من بر هیزم تر وی اثر نکرد. دم در کشید و همچنان حضرت یونس که در دل ماهی شد جمله کشتی ها را فرو داد. چون دیدم که در شکم مار گرفتار آمده ایم، همه به سجده اندر شدیم و شکر حضرت باری را به جای آوردیم و دانستیم که خدا کریم و رحیم است، اما آزمایش ها خواهد کرد. چنان که بر ایوب پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه گذشت، مدتی بر این برآمد از کشتی ها پیاده شدیم و در شکم اژدها به سیر و گشت پرداختیم. جایتان خالی جایی بود بس فراخ و شگرف، همچون دز اشکفت دیوان بود. به هر سو نگران بودیم و انگشت حیرت به دندان گزان. دالان‌ها و دهلیزهای مصفا و کاخ‌ها و بساتین زیبا گسترده داشت. ناگهان سواری از جانب مسجد خرابه‌ای بیرون جست و قصد ما کرد. مبارز می‌طلبید، کافتان در بر و کلاه خود فولادی به سر داشت. اسب بادپایی سوار بود و تیغی هندی بر میان و نیزه‌ای بر دست داشت که گاه بر سنگ زدی گذر کردی. چپ بر خانه زین نشسته بود. مرکب برانگیخت تا در میدان برابر من رسید. پناه به خدا بردم که ارحم الراحمین است. خواستم با خنجر چون خیار تر دو نیمش سازم، لکن تیر را بر چله کمان نهاده زه کشیدم و شست را از تیر رها کردم.
تیر غرش کنان از مهره پشت وی گذشت و به اسپرز آن پتیاره کارگر افتاد. اژدها عاجز شد که چه بلا خورده ام، در تب و تاب آمد. من و لشکریان فوراً برگشتیم و بر کشتی ها نشستیم. اژدها که دید طعمه زیانکار است و آزار می‌دهد، ما را کنار جزیره ای از اقلیم پنجم قی کرد و با نهیبی صاعقه آسا یک موی از زهار خویش کند و به سوی من پرتاب کرد و گفت: هر وقت مرا لازم داشتی این موی را آتش افکن، در دم به مددت خواهم شتافت. و خود ناپدید شد. این جزیره را که اکنون هرمز مینامند، در طلسم فولاد زره و اکوان دیو و ورور جادو بوده. تمام ساحلش مسلح بود به قلاع و بروج محکم شده با ملات و ساروج و مانند بیضه مرغ سپید که پای مور بر آن می‌لغزید. همین که در کنار جزیره لنگر انداختیم، هفت خان رستم را به چشم خود دیدیم و دام زنگوله دیو و علقمه جادو را در نوردیدیم. چنان که فردوسی طوسی افغانی علیه الرحمه فرموده: چو مردم نماند آزمودیم دیو، چنین جنگ و پیکار چندین غریو. که دیگر که این دیو ناسازگار، به تن سهمناک است و چیره سوار. خلاصه پس از 7 شبان و 7 روز پیکار خونین که با دیو و جادوگر و اژدها و سیمرغ و دلپا و نسناس و سندباد دریایی و افریتیان و جنیان و پریان و از ما بهتران در پیوست، طلسم جزیره شکست و پیروزمندانه با لشکر و خواص و سرهنگان وارد هرمز شدیم. خیمه و خرگاه زدیم و ضیافت تیار فرمودیم کردن. سفره زربفت گسترانیدند و خوانسالاران کاسه های پشمی و بلورین و بارفتن و حلواهای رنگارنگ و لوزیات تر و میوه های گوناگون به پیش نهادند. پس از آن به کشیدن طعام و آشامیدن شراب گلفام اشارت کردیم. مجلس عیش و نشاط برپا شد. ساقیان زهره جبین در لباسهای سندس و استبرق و حور عین کمثال لؤلؤ المکنون اقداح راه ریحانی در گردنش آوردند و مغنیان طربساز و سازندگان نغمه پرداز آغاز نواختن چنگ و عود و ارغنون کردند. هنوز سلاح و سرهنگان و نقیبان و یساولان و هیبت کافران و دبدبه فرعونیان که از حد و حصر بیرون بود چون برق لامع می‌گذشتند و دسته‌ای چون باد سرسر. با خود گفتم: جل الخالق، الهی تو آگاهی و عالم السر و الخفیاتی. که ناگاه لشکر دشمن اندر رسیدند و به پیشگاه ما آمدند و دسته دسته و گروه سر اطاعت و عبودیت و انقیاد به زمین سودند و گفتند که از زمان حضرت آدم علیه السلام ابی یوم الحاضر این جزیره در طلسم دیوان بوده است و کیومرث و افراسیاب تورانی هم نتوانستند طلسم اینجا را شکست و شکر حضرت باری به جا آوردند. اما در خواص این جزیره دیاری است دلگشا و سرورانگیز و جانفزا و فرح‌آمیز. عذوبت ماء و لطافت هوا و نزاهت بساتین و تراوت میوه و ریاحین این سرزمین را قیاس نتوان کرد. رشته جبالش سلسله جنبان و عقل دین و دره و ماهورش رشک خلد برین. منظرش بدیع و مرتعش وسیع، هوایش همیشه بهار، زمینش چمن و گلزار. بیابانهایش فراخ، قصورش گستاخ،
خلاصه سراسر باغی است چون گلستان ارم، آراسته به درختان نارنج و لیمو و شفتالو و گل مریم و کاملیا و عقاقیا و زمینش پوشیده از سنبل و قرنقل و بر شاخ درختانش توبره و بلبل. آسمان روشن و صاف، افق جوشن شفاف، مرغان و هزاران دستان بیشمار بانگ برآورده به زبان فصیح تسبیح میگویند: لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله حقا حقا. سنگریزه ها از لعل و یاقوت و در یتیم و زبرجد و مرجان، کنگره قصرها از گوهر شب فیروز و مروارید غلطان. سه جوی در وی روان است، یکی از خمر و یکی از شیر و یکی از انگبین. هوران شیرین بیان و عورتهای چرب زبان هرمز زنجیر خاطر و بلای مسافرانند. بیت: چشم مسافر چو بر جمال وی افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. ولکن مردانش کافر حربی، زنار بر میان و کف بر دهان، کفر گویان و پای کوبان بر کوی و برزن دوان می باشند و سلامشان بنداز آسان است. اما در جهت وضع نظامی این جزیره سهمناک دژی است که کلید هندوستان و ایران و توران و چین و مهاچین و جابلقا و جابلسا است. این بود اندکی از هزار و مشتی از خروار از آنچه بر سر این حقیر فانی جانی گذشت. حال خاطر عاطر مبارک تصدیق خواهند فرمود که با چنین ماجرا عذر فدوی خواسته است و حمله به ینگی دنیا و دستگیری ناخدا کلمب اجالتاً امری بس دشوار و بلکه بیرو در وایسی محال. اکنون که زندگی جزیره به حال عادی برگشته، دستور دادیم قانون را در بندرگاه نصب کردند و گردن دریا سالار این جزیره را از بار سر سبک ساختند و بومیان را به مصداق آیات ربانی و کلمات سبحانی قاتل الذین لا یؤمنون بالله، هر کس جزیه پرداخت جان به سلامت برد و دیگران را به تیغ بیدریغ گذراندیم به مضمون آیه کریمه اقتلوا المشرکین کافه، زیرا که مرگ ارزان بودند و بر ما واجب است که مشرکین را قلع و قمع کنیم و همچنین دستور دادیم اموالشان را چپاول کردند تا مشمول نظر عاطف پادشاهانه گردند. لکن چنان که خداوند خدا در سفر اعداد فرمود و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همسر نشده برای خود زنده نگاه دارید، این بود که زنان زیبا و دختران رعنا و نیکولقا را به سپاهیان سپردیم تا کام دل برانند و 4 صباح عمر را به خوشی و شادی بگذرانند. اما نکته مهم این که 70 نفر از سرنشینان کشتی‌های اعزامی که بیشتر آنها از ضعیفه‌های فاجره بودند و برخلاف مقررات نظامی حسن اخلاق از ایشان مشاهده شد، در کشتی محاکمه صحرایی گردیدند و سنگسار شدند تا موجب عبرت دیگران شوند. لذا اگر رأی عالم آرا مصلحت داند مقرر فرمایید از لحاظ تشویق و تحریک غرور ملی مقتولین چند جوال نشان افتخار و تقدیر نامچه ارسال دارند تا میان بازماندگان توزیع شود و قدردانی لازم به عمل آید. نظر به این که موجودی پرتغال ما ته کشیده و هم میهنان محترم سخت در مضیقه می باشند، استدعای عاجزانه آنکه مقرر فرمایید هرچه زودتر پرتغال لازمه را برای تأمین معاش فاتحین بفرستند
تا این دغدغه از خاطر مرتفع گردد و حال که دستمان از دامان ینگی دنیا کوتاه شد، لااقل زمینه حمله به هندوستان فراهم شود. ضمناً از آن درگاه معدلت فرسا خواستارم به پاس خدمات جان نثار فرمانی شرف صدور یابد که جزیره هرمز از این به بعد واسکو دو گاما آباد نامیده شود تا موجبات تشویق حقیر سراپا تقصیر فراهم گشته بیش از پیش به رعیت پروری و مرحمت گستری ذات اقدس ملوکانه مشغول باشم. زیاده بقایت، جانم فدایت. کمیته دریا سالار واسکو دو گاما.